لتفتحن القسطنطينية. کنستانتینوپل حتما فتح خواهد شد. امیر آن چه بسا امیر خوب و لشکر آن چه بسا لشکر خوب است. این مژده نبوی بود که صحابگان و تابعین زیاد تلاش نمودند تا آن را جامعه عمل پوشانند و یا سعی نمودند آن امیر باشد. فتح استانبول، جنگی که 1000 سال ادامه یافت. این جنگ درازترین جنگ در تاریخ بشری است که به جنگ مؤتة آغاز یافته و حالا خواهیم دانست که چگونه به پایان رسیده است. اولین محاصره این شهر در زمان خلیفه معاویه صورت گرفت. بار سوم باشد عباسی‌ها در دوران هارون الرشید تلاش فتح کردند و تا منطقه اسکودر آمده رسیدند که آن در قسم آسیایی شهر استانبول قرار دارد. قسطنطینیه نیم جزیره است که آن را از 3 طرف آب احاطه میکند. بحر مرمره، گلوگاه بوسفور و خلیج طلایی. همچنین شهر و دیوار از همه طرفش احاطه میکرد، حتی سمت آبی آن را. طرف غربی شهر را که یگانه جانب خشکی شهر بود، دیواری 7.5 کیلومتر احاطه کرده است. عثمان پسرش اورخان را وصیت کرد که تا زنده از جنگ با بیزانته هیچگاه دست نبردارد. حتی به پسرش این جمله ماندگار را گفته بود: از آنها شمشیرت را مبردار، حتی اگر یک قلعه هم از آنها باقی مانده باشد. یعنی نبرد با آنها را قطع مکن گرچه یک شهر هم در دستشان ماند. حالا باشد به قهرمان داستانمون رسیدیم که او مژده پیامبر صلی الله علیه و سلم است. پادشاه مجاهد، صاحب مژده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، ابوالفتح و المعالی محمد خان دو، پسر مراد دو، مشهور با محمد فاتح است. بعد فتح کنستانتینوپل به او لقب فاتح داده شد. اولین کسی که از حکام مسلمین لقب قیصر روم را گرفته بود او بود. محمد فاتح توانست در دوام 2 سال کنستانتینوپل را کاملا محاصره کند و ورود هر گونه یاری خارجی را منع نماید. این هم بعد اون که یکی از مستحکمترین قلعه ها را ساخت که آن قلعه رومیلی حصار است. طراح هندسی این قلعه خود سلطان بود. یعنی علاوه بر سرلشکری ماهر بودن، باز مهندسی کاردانی هم بود. این قلعه را در دوام 3 ماه ساخت که در آن 3000 استا و کارگران به کار مشغول بودند. مورخان آن را معجزه معماری نامیدند. قلعه را در نقطه تنگترین گلوگاه بوسفور در مقابل قلعه انادولوحصار که بابایش بایزید ساخته بود ساخت تا تواند راه کمک های اروپایی ها را توسط بحر سیاه به بیزانتیه محکم نماید.